از زمانی که سویتلانا الکسیویچ برنده امسال جایزه نوبل در بخش ادبیات اعلان شد، او در مرکز توجه قرار دارد. هفته روان این ادیب بلاروس گفت نیروی الهام بخشنده او تاریخ معاصر است که آن را میتوان به اصطلاح مجسمه اذیت و شجاعت دورانی ما نامید. وقتی من تالیف اثرها را شروع کردم میخواستم فهمم که ما کی هستیم. چرا به وجه عموم حیاتمان به این شکلی بد میگذرد؟ میدیدم که مردم اذیت میکشند. میخواستم پاسخ این معما را پیدا کنم. امروز اثرهای الکسیویچ که به تاریخ جنگ دوم جهانی و فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده اند، به زبانهای خارجی ترجمه و در گوشه‌های مختلف عالم به فروش می روند. او میگوید 2 ماه پیش وقتی برنده جایزه نوبل اعلان شد، مقامات بلاروس خوشحال به چشم نمیخوردند. مقامات بلاروس خود را طوری وانمود میکنند که گویا من وجود نداشته باشم. در بلاروس اثرهای مرا نشر نمیکنند. حتی در یاد ندارم که تلویزیون دولتی به من زنگ زده باشد. در بلاروس که بعضا آخرین دیکتاتورای اروپا نامیده می شود، الکسیویچ را همچون منقد پرزیدنت این کشور الکساندر لوکاشنکو و رهبر روسیه ولادیمیر پوتین می شناسند. تلویزیون دولتی بلاروس تصمیم گرفت که مراسم تقدیم جایزه نوبل به الکسیویچ را نمایش ندهد. 7 دکبر در عرفه تقدیم جایزه در استکهلم، الکسیویچ درباره فضای تضییق و فشار سیاسی کشورش و سرچشمه آن صحبت کرد. من جرأت دارم بگویم که سالهای 90 قرن گذشته ما امکانات خیلی زیاد را از دست دادیم. سوال این است که ما باید در چه کشوری زندگی کنیم. ما دولت نیرومند شبیه دولت گذشته را انتخاب کردیم. اکنون ما باز در همان دوره گذشته زندگی داریم. در حالی که رسانه‌های دولتی بلاروس جایزه نوبل الکسیویچ را نادیده می‌گیرند، دیگران این حادثه را لحظه سرنوشت ساز عنوان دادند. استفان اریکسون، سابق سفیر شوئدیا که از بلاروس اخراج شده است، میگوید مقامات مینسک باید این حادثه را برای بیرونشوی از انزوای سیاسی استفاده برند. امیدوارم که مقامات بلاروس این جایزه را برای تغییر نظر اروپا و جهانیان درباره آنها استفاده میبرند. ولی برای الکسیویچ واکنش به این جایزه چنین است. هر کاری که من میکنم این حقیقت است. یعنی آن چیزی که میبینم و طوری که آن را درک میکنم همش همین است. تکرار میکنم که ما باید آرام کارمان را دوام دهیم. یعنی الکسیویچ طور معمولی ایجاد اثرها را ادامه میدهد.